صبح بارونی و سردی بود. ستوان کاوه نادری توی ماشینش نشسته بود با فنجون قهوه‌ای داغ و یه نگاه خسته به گزارش جدید روی تبلتش. جسد زن جوان مینا رحمانی هنوز پیدا نشده. آخرین تماس از محدوده جاده کوهستانی 97. محل حادثه ناشناخته. کاوه نفس عمیقی کشید. این سومین مورد گم شدن در همون منطقه بود. 2 مورد قبلی هیچ وقت پیدا نشدن. ولی یه چیز در گزارش جدید نظرش رو جلب کرد. در شیشه بخار گرفته ماشین قربانی نوشته شده بود شماره 46. او تصمیم گرفت خودش بره اونجا. جاده کوهستانی خلوت بود، سنگین و هوا نمناک. حدود ساعت 11 صبح به تابلوی زنگ‌زده رسید که روش نوشته بود خانه شماره 97 اقامتگاه مسافران. دلش فرو ریخت. چون در عکس‌های پرونده اون تابلو کاملا زنگ زده و افتاده بود. اما حالا تازه رنگ شده بود. کاوه با احتیاط وارد شد. در چوبی با صدای غیژ بلندی باز شد. بوی تعفن و رطوبت به مشامش خورد. داخل تاریک بود. اما همه چیز مرتب، میز پذیرش، دفتر مهمانها و عکس‌هایی روی دیوار. روی میز دفتر قدیمی باز بود. اسم آخرین مهمان. شماره 45 مینا رحمانی اتاق 3.